سلام، خسته نباشید. من کیارش روشن هستم. اومدم آزمایش انجام بدم. هدف من از این آزمایش این هستش که چرا همه وسایل فلزی جذب آهنربا نمیشوند. وسایل لازم: آهنربا، باتری، ورقه آلومینیوم، کلید، موتور، قیچی، سیم مسی، قاشق، سکه، گیره کاغذ، تراش، سیم لعین، انبردست، پیچ و مهره. الان آزمایش رو انجام میدم و مشاهده‌مو بهتون میگم. آهنربا رو برمیداریم، به همه وسایلامون میزنیم ببینیم که جذب آهنربا میشود یا نه. پیچ و مهره جذب آهنربا میشود. سیم لعین جذب آهنربا نمیشود. انبردست جذب آهنربا میشود. تراش جذب آهنربا میشود. گیره کاغذی جذب آهنربا میشود. سکه جذب آهنربا نمیشود. قاشق جذب آهنربا میشود. سیم مسی جذب آهنربا نمیشود. قیچی جذب آهنربا میشود. موتور جذب آهنربا میشود. کلید جذب آهنربا میشود. این یکی کلید من جذب آهنربا نمیشود. ورقه آلومینیوم جذب آهنربا نمیشود. باتری جذب آهنربا میشود. ما از این آزمایش نتیجه میگیریم که فقط اجسام آهنی جذب آهنربا میشوند. ممنون، خدا نگهدار.